بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. صدق الرسول علیه الصلاة والسلام. برادران عزیز و حضار گرامی، گدا یعنی شخصی که نیازمند باشه و محتاج در به دست آوردن امورات خود، همیشه خود را در معرض ذات غنی قرار میده، در معرض دید او خود را همیشه میگردانه و همیشه خود به او نشان میده که بلکه یک دفعه انعام همیشگی و انعام جاودانی را نسبت به او عطا بکنه، کیسه رحمت خود را، کیسه ثروت خود را باز بگردان و تحفه بس عظیم، صدقه بس بزرگ در حق او بکنه. صفحه ساعت را هم دیده باشیم که اعداد قطار چیده می باشه، خود را در معرض ساعتگرد قرار داده که بلکه در طول 24 ساعت شبانه روز یک دفعه این عقربه بیا به او متصل بشه و یک چیز را نمودار بکنه به او، یک اتصال و پیوند با او داشته باشد. آهن تا هنگامی که در معرض آهنربا قرار نگیره که مغناطیس و جذبات که در آهنربا قرار داده شده او را جذب میکنه. هرگاهی که آهن در معرض آهنربا قرار بگیره، اونجایی که جذب آهنربا میشه. ما و شما هم بندگان محتاج پروردگار، گداهایی که در هر چیز خود، در هر آن و هر لحظه محتاج به رحمت پروردگار، فقیر و نیازمند به نعمت پروردگار می باشه. پس به خاطری که این نعمت خاص، این نعمت جاودانی با ما و شما برسه و متصل بشه و جذبه حق ما و شما را به خود کشف کنه، لازمه که همیشه خود را در معرض این جذبه، در معرض این مغناطیس قرار بدیم. ورنه اگر بنده از خدا دور باشه، دور بگرده، با شیطان هم نوا باشه، کی رحمت پروردگار،
کی جذبه از جذبات او تعالی که مقرب و نزدیک کننده بنده به خدا می باشه او را فرا میگیره. لازم هست که صفحه قلب خود را ما و توی مسلمان، ما و توی بنده مؤمن به طرف پروردگار بکنیم یک دفعه طوری که مناسب با حال ما باشه، بلکه پروردگار از رحمت بیکران خود این جذبه را نصیب من و تو بکنه و ما و شما را به مدار حق و حقیقت پیوند بده. علی قاری هروی رحمه الله میفرماید که جذبت من جذبات الرب توازی عمل الثقلین، یک جذبه از جذبات پروردگار، یک حصه هم که به من و توی بنده مسلمان برسه، توازی عمل الثقلین با عمل جن و انس برابر میشه، با عبادت جن و انس برابر میشه. جناب حضرت محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه هم در حدیث مبارک خود همین را می‌فرماید که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، پروردگار شما در ایام زندگی شما، در لحظات زندگی شما نفحه های داره. نفحه ها یعنی جذبه ها، یعنی رحمت ها. خداوند تبارک و تعالی ذات رحیم و مهربان می باشه، ای که همیشه نعمتهای عامه او فراگیر ما و شما می باشه، خو هست که هست. تمام شبان روز ما و شما در نعمت پروردگار غرقیم، ولیکن در اینجا اشاره به اون نعمتهای خاصه میکنه، اشاره به او رحمتهای خاصه میکنه که نصیب هر کس نمیشه مگری که صفحه قلب خود را، صفحه روی خود را به طرف این آفتاب رحمت پروردگار قرار بده. هرگاهی که عقربه رادیو به همو عدد مشخصی که در موج می باشه برابر بشه، میتونه که با ما و شما اخبار را و چیزی را که نیاز داریم با ما و شما بده و در همی عقربه همو موج ظاهر بشه و ما و شما مطلع بگردانه از یک چیز. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها، خودخور عرضه بکنید، خودخور پیش بکنید، مثل که گدا همیشه خودخور به شخص غنی نمودار میکنه، بم هر جا رخ خودخور به غنی میگردانه. فتعرضوا لها، شما هم خود را همیشه به همی عقربه رحمت پروردگار، رحمت خاصه، جذبه خاصه او تعالی عرضه بکنید. غافل نباشید، خواب نباشید که همگی ما و شما محاط می باشیم به این عقربه رحمت پروردگار، اما ای که کی با ما و شما برسه، وقت میشه که همیشه در همه حال خود را عرضه بکنیم به پروردگار.
مبهم قرار داده شده. فتعرضوا لها ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، جذبات. اما ای که این جذبه ها کی هسته مبهم، پس میبایست همیش خود در معرض این جذبه قرار بدی، همیش مراقبه او تعالی در ذهن و در خاطر تو باشد. هرچه هستی بازم باش. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. هرچه هستی باز هم مایوس نباش از این که جذبه او تعالی شامل حال تو باشه. خود همیشه در او معرض قرار بده. چرا؟ لعله ان تصیبکم نفحة منها، یک جذبه از این جذبات، یک مقرب از این مقربات، یک نزدیک کننده از این نزدیک کننده ها به سوی پروردگار بلکه به شما برسد، شما جذب بکنه همچون آهنربا که آهن جذب میکنه. یک دفعه که جذب رحمت پروردگار شدی اونجا دیگه باز خطایی نداره، اونجا دیگه باز جدایی نمیشه. فلا تشقون ابدا، اونجا که شقاوت و بدبختی شامل حال توی بنده مؤمن و مسلمان نمیشه. کسی که همیش در مدار رحمت پروردگار قرار بگیره از او مدار خطایی نداره. کی مشمول رحمت پروردگار، کی غریق در رحمت پروردگار، او باز شقی میشه. کی مرحوم پروردگار، او مرجوم میشه. کی شقی، کسی که سعادت او با مدار رحمت خدا پیوست شده او باز شقاوت نصیب حال او میشه. کی مجذوب پروردگار مطرود میشه، هیچ وقت مطرود نمیشه. فلا تشقون ابدا، هیچ وقت شما شقی قرار نمیگیرید. بعض لحظات که پروردگار بیان میفرماید ان فی اللیل لساعة، در شب یک لحظه که لا یوافقها رجل مسلم یسأل الله فیها خیرا من امور الدنیا والآخرة. در شب یک لحظه که اگر یک بنده مسلمان با او لحظه موافق بفتگه از خداوند تبارک و تعالی هیچ خیر از امور دنیا و دین طلب نمیکنه مگری که الا اعطاه الله ایاه، خداوند تبارک و تعالی به او میده. به شب در روی بستر هم که هستی باز هم یک وقتی هست که سبحان الله بگی، الحمدلله بگی، الله اکبر بگی، یا ای که برخیزی و یک چند رکعت نماز بخوانی، ذکر و اوراد و قرآن عظیم و شأن بخوانی. ممکنه که لعله ان یصیبکم نفحة منها و شما یک جذبه برسد. همو خیر دنیا و آخرت که تو از خدا میخواهی همو به همو وقت برابر باشه و خداوند این رحمت خاص خود را شامل حال تو بود. ان فیه لساعة، در روز جمعه یک لحظه که لا یوافقها عبد مسلم و هو قائم یصلی یسأل الله فیها شیئا الا اعطاه ایاه. پس در هر وقت او طور لحظه های هست. این لحظه ها را پیغمبر
علیه السلام بیان کرده. شب قدر چی لحظه که عبادت شب قدر برتر از عبادت 1000 ماه می باشه. این روزه های هر ماه در طول ماه 3 روز، به ایام محرم، به دهه ذوالحجه، 6 روز شوال، این نمازهای ضحی، نمازهای اوابین، نمازهای تهجد، همون چیزی که پروردگار رسول او ذکر فرموده علیه السلام، اینا همون اوقاتیه که بنده میتونه خود را در این اوقات مخصوص هم به مقابل رحمت الهی قرار بده. نه تنهایی، بلکه محدثین رحمهم الله میفرمایند که هر لحظه احتمالی است که یک جذبه از جذبات حق شامل مؤمن باشه. کدام مؤمن؟ مؤمنه که بیدار باشه، مؤمنه که هوشیار باشه، مسلمانه که همیش به فکر جذب شدن به رحمت خاص پروردگار باشه و خود در معرض ای اقربه الهی قرار میده. لیکن بهترین مکان به خاطر ای که جذبه او تعالی شامل حال یک مؤمن بشه، نشست و برخاست با اولیاء الله می باشه. جناب حضرت حکیم اختر صاحب رحمه الله می فرمودن که نشست و برخاست با اولیاء الله قسمت سازه، بخت سازه. بخت انسان به اونجی رقم میخوره، قسمت و حظ و نصیب انسان به اونجی میتونه که رقم بخوره و میتونه که باز بشه. چرا؟ به خاطری که اولیاء الله دروازه های دخول به رحمت پروردگار، اولیاء الله کبوتران حریم رحمت پروردگار، هنگامی که با آنها تلبس بشه، با آنها ملازمت و مناسبت بشه، مناسبت با اولیاء الله انسان به خداوند تبارک و تعالی میرسانه. جذبه انوار رحمت پروردگار به همون وقت به این نفر میتونه برسه. پس هر زمانی هست که خداوند ممکنه یک نفره به خود جذب بکنه. هر مکان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، به هر جا که هستی احتمال هست که جذبه الهی شامل حال تو بشه اگر تو پشت نگردانده باشی با خداوند تبارک و تعالی، اگر تو خود دور نکرده باشی از این مغناطیس و از این جذبه. پس میبایست که انسان در همه حالات خود متوجه بارگاه پروردگار باشد، خود بنده فقیر الله بدان طوری که هستیم، اونجایی که خداوند بر ما و شما نعمات خود را سرازیر میکنه، به امیدی که خداوند تبارک و تعالی ما و شما را مجذوبین واقعی دربار رحمت خود قرار بده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.